روسیه معیار دانش زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری سخت‌تر کرد. قرار حکومت روسیه در این باره امروز 7 ایون به اجرا می‌دارد. موافق این سند، مهاجران باید به حد زبان روسی را دانند که برای نوشتن عریضه کار و پاسخ دادن به سؤال کارمند پلیس کافی باشد. قبل از برنامه دویر به این موضوع صحبت داشتیم با محمد صابیروف، یک حامی حقوق مهاجران در مسکو، و نخست از او پرسیدیم که سخت‌تر شدن طلبات زباندانی برای مهاجران تا چه حد میتواند دشواری پیش آورد. نسبت آن که امتحاناتی که در همون مرکز خدمات های مهاجرت میسپارند، یعنی در ساخر و یا کراسنogorsk، اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اونقدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونن، برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون ساخر و 5000 میتیان تا اینکه اونا رو کمی یاد میدین چطور امتحان رو گذاشتن لازم و باز از سر نو رفته باز 800 روبل دیگر میتین باز رفته میسپارن. بعضی حالتهای شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از 2 بار 3 مرتبه سپردگی هستند و همینا رو گذاشتگی نیستند و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میآیند، خواهش من همین بود که زبان روسی رو کمی خوبتر میآموختین و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشد. این زمان در روسیه مراجعت مهاجران برای گرفتن پتنت برای کار و ثبت محل اقامت بسیار زیاد شده است و به حدی که در بعضی از اداره‌های مهاجرت راهی ورود به داخل آن را پیدا نمی‌کنید. ویدیویی را که حالا می‌بینید یکی از کاربران رادیوی آزادی از شهر نوسیبیرسک فرستاد و میگوید احوال تقریبا هر روز چنین است. محمد صابیروف سبب نوبت‌پایی طولانی مهاجران را در نزد اداره‌های مهاجرت روسیه چنین شرح داد. سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت ساخر و کراسنogorsk جمع شدن، من در آن میبینم که همین فرمان 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن، این زیاده از 1 سال بود این فرمان یعنی عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند تا وقتی که معاون اول وزیر MVD روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقت اکثریت به حجت کار میکردن و به حجت میگشتند. محمد صابیروف حامی حقوق مهاجران در مسکو بود که درباره قانون‌های نو و مشکلات گرفتن پتنت میگفت.